همین وضعیت پیش بره 2 دقیقه دیگه منفجره. او چی بود از زیر ماش؟ گفتم آتیش گرفتی الان. فابریکه بخدا. این آقا اینا فابریک آقا. میگم که فکر کنم اگزوزش کنده شده. نه. هی شده بالا. اونم طبیعی. ارتفاع داده بالا. دلش واسه مال خودش نمیسوزه. مار پیچ. یا صاحب از بچرخوندش بعد از میدان نگهش داره. واقعا خطرساز. واقعا خطرساز. این ماشین همایشی مثلا در نمیاره این ماشین. الان تو خیابون تو نمایشگاه گرفتم من تو رو. الان ببین کردم به خدا. بده صندوق بالا. صندوق هم باز نمیشه. باز نمیشه؟ باز نمیشه. چیه این الان؟ فابریکه؟ فابریکه پاره شده در این الان اینجا توی خیابون جای نمایشه. چه خبره؟ عروسی داخلش؟ آیا زحمت بکش. این باندارم زحمت بکشیم بگیریم. کاپوتم بزن بالا. شما بزن بالا. این چه وضعشه برادر من؟ چیه؟ نمایش چیه برادر من؟ این مگه کامیونه؟ یه بوق بزن لطفا. بزن یه بوق. چه طرز رانندگیه؟ فاقد گواهی نامه. حرکات نمایشی. حرکات مخاطره آمیز. مار پیچ. اینا از وضعیت برابر دستور دادستان 15 روز پارکینگ. معرفی میشی دادگاه. نه معرفی میشی دادگاه. معرفی میشی دادگاه برای جریمه گواهی نامه. ما نمیتونستیم شما رو بگیریم. کاری میکردیم خودت بیای التماس کنی. واقعا آسایش نداشتم برای ما. فهم شدی خودت که قبول داری. مردم حرف زیاد میزنن. مردم حرف لا 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 الا الله هو الخالق والارض بابا دل تو عجله داره یارو نگاه چقدر بد داره. آمد برش کن بابا نکن رفت کن دیگه فقط کن گیرد کن برش بابا بکن بکن فروختانه به من صدق میدن چونه من رو پاره کردی تو. با هیچ که پر نمیشه ولی شرمندم دیگه سخت نمیم با خودم بسم علتو نبوده با تنهایی بندم بسم گرگ اسیر افتادم چه پل
حاجی